خب میگویند زنی که زایمان کرده است بعد تا 40 روزه در خانه که مرده شده است نرود، چون که خاصیت خوب ندارد. این سخن تا چه اندازه اساس دارد؟ یعنی زنهایی که نو فرزند میکنند همین ها را میگه تا 40 روزه خانه هایی که مرده است باید که نروند. زیرا خواهرای عزیز، در اون حالتی که شما مبتلایین کودک معده دارید، یعنی این یک مشکلات و یک رنج و یک سختی هم برای خودت، هم برای فرزندت، هم برای خانه‌دارت. برای همین بسیار گپی معقوله. وقتی که در همین حالتی ضرور نیست که مثال شما به همون جایی که مرده دارن یا به جایی که توین شما مثال در همونجا رفته شد، شما دنبال همین فرزند باشید که ویا هر یک دقیقه نگاه کردنش، شیر دادنش، اهمیت دادنش برای تو مهم و ضروره. وقتی او را تو توی میبری یا وقتی او را تو مثال انا مرده خانه میبری، دیگه شما دنبی توی دنبی مرده دارین، اکی دیگه به فرزند میرسی. استاد جان، از چی سبب قرآن را به طهارت خواندن و قپیدن جایز نیست؟ اگر در سوره واقعه برادر عزیز آیت 79 را بینیم، لا یمسه الا المطهرون، خداوند میگه تا زمانی که شما اگر پاک نباشید، یعنی طهارت نداشته باشید، شما کلام الهی را قپیده نمیتونید. برادرای عزیز، این کلام الهی آخه برای چی نمیشود؟ به خاطر که این سخن مخلوق نیست، این کلام الهی است. این کتاب معجزه الهی است. از این لحاظ ما نمیتونیم که کلام الهی را، سخن الهی را یا معجزه الهی را با به طهارت مقصد بقپیم یا که در جای پستی مانیمش. یعنی این دائم باید که از کلام مخلوق، از حرف مخلوق باید فرق داشته باشد. از همین لحاظ برادر عزیز، استاد عزیز، پدری که با ناموس دختری خودش دست درازی میکند حکمش چیست؟ برادر عزیز و گرامی، من دیروز یا پریر بود من درباره این مسئله با شما صحبت داشتم. شما میتونید در همونجا مراجعت کنین که با دخترای خودتان یا با نبیره های خودتان شما تنها نشستن یا اونها را بوسه کردن، آیا از نگاه شریعت چی است؟ من در اوجا فهمانده گذاشتم. ولی خدای مهربان پرده کند که امروزها بعضی هایش که مثال من خیلی ملامت کردم همون بلاگرای را که همین بدبختی ها را با فاش میکنن و به گوش مردم میرسانن، با بعضی همین مسئله ها را ما به طریق تلفن هم برادرای عزیز مراجعت من میکنن که همین کارها در خانه هاشون شدگیه، مقصد حل همین مسئله را برای ما فهمان. انا همین زمانی میشه برادرای عزیز که ما از همون گفته هایی که دین برای ما گفته است وقتی که در همون اهمیت که نمیتیم، انا کار تا همین حد میآید. برای همین من همون سوال جواب را گفتم که هیچ کدامتون ایختون دلپر نباشین. او مرا فرزند میشود، او مرا خواهر میشود. شما فراموش نکنید که از بس که اعتقادها ضعیفه، دینداریمان بسیار ضعیفه، مسلمانیمان بسیار بسیار سسته، ما را برادر عزیز شیطان بازی میدرونه. ما را وسواس ما کردن برای شیطان بسیار آسانه. از همین لحاظ من در همون برآمد و گفتگیم شما همونجا مراجعت کن، از اونجا ببینید. دیگر گفتن چهاروا رو راستا ذبح کردن جایز است یا نه؟ این خلاف سنت میشد. یعنی گوسفند، گاو، بز، این راستا برادرای عزیز یعنی ذبح نکنی. خواه اسب باشد، چیزی که به سنت موافق است، همون پایهاش بسته، رو به قبله گذاشتن، چشماش پوشیدن، کارد تیز که باید چاروا اذیت نکشن، یا در پیش همون چاروا میگیم یا چارپا میگیم، همون حیوان ذبح میکنیم، در پیش چشم او
дигар чорвора забҳ накунем, ино ҳама мувофиқ ба суннати пайғамбаранд. барои ҳамин ин масъалаҳоро бародарои азиз риоя кунед.